سه ذکری است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند که آن را در بهترین ایام سال بیشتر انجام دهیم. بهترین ایام سال یعنی همین 10 روز اول ماه ذوالحجه است که 10 روز آن عید قربان است و آن سه ذکری وصیت شده، یکی لا اله الا الله، دیگر الله اکبر و سومی الحمدلله است. این سه ذکر را در این ایام بهترین بیشتر انجام دهید، زیرا این ذکرها در نزد خداوند محبوب ترین و دارای اجر و پاداش بزرگی است. فرصت غنیمت است، آن را از دست ندهید. در روایت احمد آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ روز در نزد خداوند بزرگتر و عمل صالح در آن محبوبتر از این 10 روز نیست. پس در این ایام ذکر لا اله الا الله، الله اکبر و الحمدلله را بیشتر انجام دهید.